روز 29 فوریه سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان با صدور چندین فرمان درباره دادستانی کل، گارد ملی و دادگاه اقتصادی چند تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله بعد اینکه روز 28 فوریه مجلس ملی پیشنهاد پرزیدنت درباره تعیین معاون اول و معاون دادستانی کل جمهوری را پذیرفت، امام علی رحمان روز 29 فوریه با سبب به کار دیگر گذاشتن ظاهرزاده اکرام از وظیفه معاون پروکورور گنرالی، سرپروکورور حربی جمهوری تاجیکستان و رفیع‌زاده میرزا امان و طلبک‌زاده دلشاد از وظیفه معاون پروکورور گنرالی آزاد کرده، کریمزاده امید معاون یکم، عظیمزاده سرور معاون پروکورور گنرالی و واحدزاده حبیب الله معاون پروکورور گنرالی سرپروکورور حربی جمهوری تاجیکستان تعیین کرد. خدمات مطبوعات پرزیدنت خبر داد که در موافقه با امام علی رحمان سرداران سه ریاست دادستانی کل نیز از حساب کادرهای صاحب تخصص و کارمندان این ساحه تعیین گردیدند. همین طور با فرمان پرزیدنت باز هم با همان دلیل رسمی با سبب به کار دیگر گذاشتن عبدالله زاده زیبونیسا از وظیفه رئیس سود اقتصادی شهر دوشنبه، امینزاده سیدبانو و سیدزاده زلفیه از وظیفه سجیه های سود اقتصادی شهر دوشنبه آزاد کرده شده، کامل فیضلی رئیس سود اقتصادی شهر دوشنبه و سیدزاده زلفیه سجیه سود اقتصادی ولایت ختلان تعیین کرده شدند. اما از همه تغییرات جدی کادری درباره گارد ملی صورت گرفت. از جمله با فرمان پرزیدنت عظمتزاده بحرالدین سرستاد معاون اول فرمانده گارد ملی، بابازاده لطفالله معاون فرمانده گارد ملی اوید به عقیبگاه، دولتزاده طلبیدگی معاون فرمانده گارد ملی اوید به تیوری جنگی تعیین گردیدند. همین طور روز 29 فوریه با فرمانهای پرزیدنت سرداران چند ریاست و فرماندهان بعضی قسم‌های حربی گارد ملی عوض کرده شدند. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت به این مقام‌ها کادرهای ورزیده تعیین کرده شدند. بنا به گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 29 فوریه کادرهای نفت تعیین شده را به صحبت پذیرفته، در این ملاقات توجه رهبران را به تامین ولایت قانون، مبارزه با ضد همه گونه قانون ویرانکنی‌ها، انتخاب و تعیین درست کادرها، بلند برداشتن سویه دانش تکنیکی سپارش‌های قطعی داده است. روز 28 فوریه سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در مقام‌های رهبری وزارت مدافعه و قوه‌های مسلح و از آن قبل در رهبری وزارت کارهای داخله، کمیته امنیت ملی، دادستانی کل، اگنتی مبارزه با کروپسیا و دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق تاجیکستان تغییرات کادری به عمل آورده بود. این همه تغییرات کادری بعد آن بود که امام علی رحمان روز 19 ژانویه سال 2024 در جلسه شورای امنیت با انتقاد تند از فعالیت نهادهای قدرتی تمام سرداران نهادهای حفظ حقوق و قدرتی ولایت ختلان و منطقه کولاب را با معاونانش از کار راند و طلب کرد که در ساختار مرکزی این نهادها نیز تغییرات جدی کادری انجام داده شود.